سلام، خوش اومدید. اینجا جاییه برای بازگو کردن اعترافات شما. به خاطر حفظ حریم شخصی افراد از اسمهای مستعار استفاده شده. من میترا هستم. الان 32 سالمه. اتفاقی که قرار ازش صحبت کنم مربوط به اوایل زندگی مشترکمه. زمانی که به دلایلی همه چیز برام خیلی بد شد. اتفاقی که هیچ وقت فکرشو نمی کردم افتاد. خب اگه بخوام از اول شروع به تعریف کنم، من توی یه خانواده با اوضاع مالی و فرهنگی معمولی به دنیا آمدم. تک دختر بودم. واسه خانوادم خیلی خیلی عزیز بودم، با اینکه چندان اوضاع مالیم عالی نبود. اما پدرم نمیذاشت آب توی دل من تکون بخوره. هر چیزی رو اراده میکردم واسم زود میگرفت. خیلیا به این حجم از محبتی که همیشه به من میشد حسادت میکردن. اونقدر کنار هم خوشحال بودیم که گاهی واقعا میترسیدم اگه یه روز تو زندگیم نباشن چی میشه؟ چطور میتونم دوام بیارم؟ با خانواده مادریم ارتباط بهتری داشتم و بیشتر اوقات اونجا بودم. رابطه من با خاله ژاله از بقیه بهتر بود. حدوداً 7 سال از من بزرگتر بود، اما خیلی سعی میکرد با هم وقت بگذرونه، یه جورایی درکم کنه. جدا از اون پسرخاله دیگه هم یعنی حسام واسم همبازی خوبی بود. خیلی اوقات یا اون خونه ما بود یا ما خونه اونا. خلاصه بخوام بگم کنار هم حال و روز خوبی داشتیم. واقعا زندگی خوبی رو تجربه می کردیم. چند سالی گذشت، من یکم بزرگتر شدم. مامانم تازه باردار شده بود و قرار بود که یه داداش واسم به دنیا بیاره. همگی ذوق و شوق زیادی داشتیم. منتظر بودیم هرچه زودتر به دنیا بیاد. پدرم خیلی مراقب مادرم بود و هرچی میخواست رو حتی اگه پول کافی نداشت هر طور شده برای مادرم فراهم میکرد. همچنان که ماهای بارداری مادرم میگذشت منم داشتم بزرگ و بزرگتر میشدم. اما ذره‌ای از وابستگیم به اونا کم نمیشد. چند ماهی گذشت و حدوداً توی ماه‌های آخر بارداری مادرم بودیم. یه روز که رفته بودیم پیکنیک و مامان حسابی جنب و جوش داشت، یهو نصف شب با درد شدیدی سعی کرد ما رو صدا بزنه. پدرم اون شب رفته بود به مادر و پدرش سر بزنه. خونه نبود. نمیدونستم باید چی کار کنم. کلی استرس داشتم. تلفن رو گرفتم و به پدرم زنگ زدم. اونم خیلی ترسیده بود. حدوداً 2 ساعتی طول میکشید تا برسه خونه. من باید یه فکر دیگه میکردم. پس به داییم زنگ زدم و با عجله مامانو به بیمارستان رسوندیم. اما حالش خیلی بد بود. به خاطر تأخیر در رسوندن به بیمارستان این حال بدش شدت بیشتری پیدا کرد. من خیلی نگران بودم. مدام گریه می کردم. وقتی بردنش اتاق عمل واقعا همگی نگرانش بودیم. چون قطعاً با اوضاعی که داشت زایمان سختی رو در پیش داشت. چند ساعتی رو منتظر موندیم و من فقط اشک می ریختم. یه حس بد و دلشوری عجیبی داشتم. انگار یه چیزی بهم میگفت قرار اتفاق بدی بیفته و همین واقعا نگرانم میکرد. در نهایت بعد از کلی انتظار یکی از اتاق عمل خارج شد. منتظر بودیم هرچه سریعتر درباره حال مامان بهمون بگه که یهو گفت هم مادر و هم بچه رو از دست دادیم. حین زایمان به بچه اکسیژن کافی نرسید. مادرم هم نتونسته بود دوام بیاره. انگار یه سطل آب یخ ریختن روی سرم. اصلا انتظار شنیدن چنین چیزی رو نداشتم. خب میدونستم که بعد از اون همه شادی و حس خوب بالاخره زندگی یه جا غافلگیرمون میکنه. پدرم هم همون زمان رسید. خیلی خوشحال بود که میتونه بچه و همسرشو ببینه. اما همین که خبر رو شنید یهو از حال رفت. چند ساعتی بیهوش بود. واسه هممون خبر سنگینی بود. انگار یهو زندگی روی بدش رو به ما نشون داده بود. هیچ کدوممون حال روزمون خوب نبود. بعد از مراسم خاک سپاری همه جا رنگ بوی غم گرفته بود. هممون وارد افسردگی خیلی بدی شدیم. دیگه هیچ چیز واسمون جذابیت نداشت. مدتی رو به همین شکل گذروندیم. پدرم کاملا آدم گوشه‌گیر و افسرده‌ای شده بود. خودشو مقصر میدونست که اون شب به موقع خودشو نرسونده بود. با هیچ کس صحبت نمی‌کرد. سابقه بیماری قلبی هم داشت. همین ما رو نگران می‌کرد.
1-2 سال گذشت و من یه ذره تونستم با این مسئله کنار بیام. هرچند هنوز هم غم نبود مادرم مثل یه حفره عمیق توی قلبم خودنمایی میکرد. بیشتر اوقات رو خونه مادر بزرگم میگذروندم. بودن کنار اونا یه جورایی حضور مادرم رو تداعی میکرد. خاله ژاله هم خیلی مراقبم بود. حسام هم خیلی سعی میکرد اوقاتی که اونجام بیاد و یه جورایی کنارم باشه. صمیمیت بین ما هنوز از بین نرفته بود. اما پدرم هیچ جوره نمیتونست کنار بیاد و کاملا زندگیش خلاصه شده بود توی بهشت زهرا و گوشه‌گیری توی خونه. یه روز که داشتم به خونه برمیگشتم دیدم بابام تصمیم به تمام کردن زندگیش داره. اونم مردی که همه جوره الگوی من بود. حالا انگار به آدم دیگه‌ای تبدیل شده بود. جلوشو گرفتم و ازش خواهش و التماس کردم. در واقع تنها شانسم این بود سر وقت رسیدم و تونستم مانعش بشم. بعد از اون رفت آمد خاله هم به خونمون زیاد شد. چون خودم ازش خواسته بودم که اینطوری مراقب هر دومون باشه. حالا من واقعا تنها شده بودم. دیگه نه مادری داشتم که همه جوره بهش محبت کنه و پدرم هم که اونطور بود. هر چقدر سعی کرده بودم با نبود مادرم کنار بیام سخت بود. دیگه نمیتونستم توی اون خونه باشم چون از در و دیوارش خاطره میبارید و مدام یاد مادرم میافتادم. بابام هم این شکلی بود. یه خونه جدید گرفتیم. منم گاهی میرفتم پیش مامان بزرگ و خاله ژاله هم بود. کنارش حس بهتری داشتم. منو به جلسات تراپی هم میبرد تا شاید یه ذره با مشکلات کنار بیام. 1 سال از اون اتفاق گذشت. حالا من دیگه یه جوون بالغ بودم. همون زمانم قرار بود خاله ژاله ازدواج کنه چون یه خواستگار پروپا قرص داشت. رفتنش باعث شد که حس تنهایی کنم، اما حالا دیگه من بزرگ شده بودم. اونم باید میرفت پی زندگیش. مراسم ازدواج ژاله برگزار شد و رفت سر خونه زندگیش. از همون شب ازدواج به شوهرش حس خوبی نداشتم، اما معلوم بود که خالم حسابی عاشق و شیفته اونه. همین کافی بود. حالا بعد از چند سالی که گذشته بود بابا حال روزش بهتر شده بود و میگفت یه جورایی کنار اومده. منم با ماشین پدرم رفت آمد میکردم. همون زمان حسام مدام سعی میکرد به هم نزدیک بشه و حالا دیگه کنار من بودنش به خاطر همبازی بودن بچگی نبود. انگار به هم حس پیدا کرده بود، ولی خب من چندان حسی بهش نداشتم. با این حال واسه این که تنها نباشم نمیخواستم خیلی واضح بهش بگم که بهش حس ندارم و کنار خودم نگه داشته بودم. همون زمان دانشگاه میرفتم و حدود چند ماهی میشد که یه پسر مدام منو زیر نظر داشت. بچه‌ها میگفتن به من علاقه داره. از نظر قیافه و هیکل واقعا پسر همه چی تمومی بود. اوضاع مالیشم در حد زندگی خودم بود، ولی حس میکردم با همه میگرده. حرفای بچه‌ها راجع به این که چشمش دنبال منه رو جدی نگرفتم تا اینکه یه روز توی فضای مجازی بهم پیام داد. حتما شماره رو از بچه‌ها گرفته بود و همون شب بهم گفت چند وقتی از من خوشش اومده. میخواد با من در ارتباط باشه. هرچند حسابی ذوق کرده بودم اما نمیخواستم زود وا بدم. الکی گفتم من تا قبل از ازدواج با کسی وارد رابطه نمیشم. اما کم نیاورد. هر روز تو دانشگاه منو میدید و سعی میکرد با هم حرف بزنه. حدود 1 ماهی همش دنبال من بود و من سعی میکردم که کم محلی کنم چون حس میکردم اینطوری بیشتر جذبم میشه. تا اینکه یه روز بهم گفت خب باشه، اگه ازدواج تنها شرطیه که قرار تو با هم باشی انجامش میدم. شماره خانواده‌مو خواست و منم شماره بابا و خاله ژاله رو دادم. حس میکردم داره الکی میگه و منم زیاد جدیش نگرفتم. اما در کمال ناباوری مادرش به خانواده‌مون زنگ زد و وقت خواستگاری گرفته بود. اون شب قرار بود بیان خواستگاریم و من اصلا باورم نمیشد که اون پسر اینقدر منو بخواد، حتی بدون دوستی بیاد خواستگاری. اونقدر هیجان و عشقش آتشین بود که میترسیدم یه روز این هیجان بخوابه. خلاصه که مراسم خواستگاری انجام شد و من مدتی فکر باید میکردم. دوستام همه میگفتن باید قبول کنی، اون پسر کسی رو گردن نگرفته و حالا اینطوری شیفته تو شده، نباید از دستش بدی و این حرفا. در نهایت بعد از کلی فکر کردن و در نظر گرفتن کلی آپشنی که داشت و نگاه همه دخترها که بهش بود قبول کردم. قرار شد چند ماه نامزد بشیم تا اینکه همدیگر رو بشناسیم و حسام رو توی حسی که بهم داشت تنها گذاشتم. توی دوران نامزدی یه مقدار با هم بیرون میرفتیم و مدام میگفت. همزمان خاله ژاله هم مدتی میشد که ازدواج کرده بود. باز به خواسته خودم میومد خونمون و گاهی با پدرم خوشو بش میکرد. تو اون مدت حسام مدام پیام میداد و خواهش میکرد که
هیجانی تصمیم نگیرم، اما خب من دیگه یه جورایی نامزد بودم و امیرم پسر خوبی به نظر می رسید. چون همه چی یهویی اتفاق افتاده بود میخواستم بیشتر آشنا بشیم. خلاصه ما اون تایم دوران خوبی کنار هم داشتیم. امیر طوری با هم رفتار میکرد که انگار آسمون دهن وا کرده و من افتادم پایین. البته خب گذشته امیر چندان خوب نبود و میگفت به خاطر من کنار گذاشته همه چی و درست همون زمان که خاله ژاله طلاق گرفت میگفت مچ شوهرش رو در حال خیانت کردن گرفته و دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه. انگار یه آدم دیگه ای شده بود و دیگه شور و شوق قبل رو نداشت. واسه اینکه تو اون حال تنها نباشه مدام بهش میگفتم بیاد خونه. چه وقتایی که بابا بود، چه وقتایی که نبود. مدتی گذشت و حس کردم حالش بهتر شده. اوایل هر روز میمد بهم سر میزد، اما از یه تایمی به بعد فقط وقتایی که بابا خونه بود میمد و با پدرم درد و دل میکرد و من با خودم میگفتم بابا یه هم صحبت پیدا کرده. گاهی حس میکردم به حس خوبی که بین من و امیر هست حسادت میکنه، اما سریع خودم رو بابت این فکر سرزنش میکردم. اما خب حس ششم من هیچ وقت دروغ نمیگفت. میتونستم خیلی چیزا رو بدون اینکه بقیه بتونن من تشخیص بدم. حالا حسم به خاله یه جوری عوض شده بود، چون انگاری از اینکه خودش بیوه شده بود ناراحت بود. در واقع شوهر خاله بعد طلاقشون توی یه تصادف عجیب و غریب فوت میشه. حالا هم مطلقه بود و هم بیوه و این واسش درد بدتری بود. سعی میکردم به روی خودم نیارم و درکش کنم، چون حال روز چندان خوبی رو اون زمان نداشت. مدتی گذشت و یه شب قرار شد واسه تولد یکی از دوستام خونه نباشم و برم پیش دوستام. در واقع از قبل کلی واسه اون فردی که تولدش بود تدارک دیده بودیم تا سورپرایز بشه. بابا رو تنها گذاشتم و بهش گفتم دارم کجا میرم. چند باری هم به امیرم زنگ زدم که بگم میرم تولد دوستم، اما جواب نداد. راستش دوستای بیرون دانشگاه همو کلا نمیشناخت، مخصوصا اونایی که اون شب باهاشون قرار داشتم و حتی یه بارم اونا رو با هم آشنا نکرده بودم. خلاصه که اون شب قرار بود یه شب به یاد ماندنی باشه. از خاله ژاله خواستم سر راهش یکم برای بابا غذا ببره، چون من فرصت نکرده بودم چیزی درست کنم. کلی به خودم رسیدم و میخواستم اون شب حسابی خوش بگذرونم و از اونجایی که دوست پسرای بچه‌ها هم قرار بود بیان خیلی دوست داشتم امیرم بیاد، هرچند حالا ما نامزد بودیم. البته اینم ناگفته نمونه یکم به امیر شک کرده بودم، چون توی همون 2 ماه هم با وجود علاقه زیادش به من یه حس بدیم گاهی بهش داشتم. همونطور که گفتم حس ششم من هیچ وقت دروغ نمیگه، اما باید اون تایم نامزدی رو به هر حال میگذروندیم تا بتونیم بهتر و بیشتر با هم آشنا بشیم. وقتی وارد مراسم تولد شدم خوشگذرانی شروع شد. همه با پارتنراشون کنار هم بودن و فقط من تک بودم. همون لحظه یه پیام از امیر دریافت کردم که نوشته بود من امشب پیش مادرمم، نمیتونم بیام. یکم تو ذوقم خورد، اما خب باید درک میکردم. زهرا کسی بود که تولدش بود و برخلاف ماها اون هنوز تو رابطه نرفته بود. همونطور که دوستام داشتن با پارتنراشون مست میکردن، منم که تنها بودم رفتم یه گوشه نشستم و یهو خونه رو خاموش کردن و رقص نور زدن. تو همون حالت چشمم به زهرا افتاد که اونم یه گوشه روی مبل نشسته بود. بلند شدم برم سمتش، هر دو یکم از تنهایی در بیاییم. یهو انگار یه پسری اومد سمتش. دوست پسرش که نبود، پس قاعدتاً با بچه‌های دیگه اومده بود. اون پسر صرفاً برای مهمونی و خوشگذرانی اومده بود. نمیتونستم صورتش رو واضح ببینم. بعد از چند دقیقه اون پسر ازش دور شد. منم رفتم سمت زهرا و با خنده گفتم خب اون کی بود؟ انگاری زهرای ما هم داره واسش یه چیزایی پیش میاد. زهرا هم خندید و گفت تا حالا ندیده بودمش. حتما از رفیقای شوهر مریمه. حسابی هم مست بود. رفت واسه منم نوشیدنی بیاره. منم نشستم کنارش و گفتم پس بذار برای منم نوشیدنی بیاره که ستایمون با هم بزن. وقتی اون پسر اومد و چشمم بهش خورد یهو شوکه شدم. خدایا اون امیر بود. اینجا چی کار میکرد؟ داشتم آتیش میگرفتم. با عصبانیت رفتم سمتش و گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود پیش مادرت باشی؟ منو میپیچونی که بخوای مخ بقیه دخترها رو بزنی؟ و بعد یه سیلی محکم زدم بهش. مست بود، بی خودی میخندید. میگفت بیا خوش بگذرونیم. این دخترم چیز خوبیه. زهرا که فهمیده بود قضیه از چه قراره و چون نمیخواست بقیه چیزی بفهمن منو بغل کرد تا آرومم کنه. بردم داخل اتاق. داشتم اشک میریختم. مدام با خودم میگفتم من چقدر احمق بودم که فکر میکردم امیر پسریه که به کسی نگاه نمیکنه و کلی مشغله و مشکل داره. اما نمیدونستم قطعا تمام وقتایی که ناله میکرد کلی گیر و گرفتاری داره. حتما اینجا بوده.
زهرا داشت سعی میکرد منو آروم کنه اما نمیشد. هر چقدر میگفت الان مست جدیش نگیر، آدما توی مستی گاهی خودشون نیستن، ولی اینا تو مغزم نمیرفت. دیگه نمیتونستم اونجا بمونم. باید برمیگشتم خونه. وقتی از اتاق اومدم بیرون، امیر که هنوز مست بود داشت بیخودی میخندید. زهرا میگفت نگران نباش، یه ماشین میگیرم میفرستمش بره. من تا حالا ندیده بودمش، باور کن. اصلا دیگه نمیتونستم به چیزی فکر کنم. فقط باید برمیگشتم خونه. چند باری به خاله زنگ زدم که اگه بیداره بیاد خونمون، اما جواب نمیداد. اشک از چشمم سرازیر شده بود و شب مزخرفی رو داشتم. پشت سر میذاشتم. وقتی خاله جواب نداد یه ماشین گرفتم و از زهرا خداحافظی کردم و ازش معذرت خواهی کردم به خاطر اینکه حس بدی رو بهش شب تولد داده بودم. به امیر و دلغک بازیاشم اعتنایی نداشتم و میخواستم همه چیزو به هم بزنم. توی مسیر تا خونه مدام اشک میریختم. امیدوار بودم بابا خوابیده باشه و منو تو اون حالت نبینه، چون بهش گفته بودم شبا نمیام خونه. پس آیفون نزدم که از خواب نپره. آروم کلید انداختم و در رو باز کردم. رفتم داخل. فقط میخواستم برم تو اتاقم و به چیزی فکر نکنم. اما یهو صداهایی شنیدم. یه سری صداهای عجیب که هر چقدر جلوتر میرفتم بیشتر میشد. در واقع صداها از اتاق بابا بود. فکرم از شدت حال خرابی توهم زده. پس رفتم جلوتر تا ببینم این صداها به خاطر چیه. یهو صدای خاله به گوشم خورد. نمیتونستم یکی رو باور کنم. یه سیلی به خودم زدم تا اگه خوابم بیدار بشم، اما خواب نبودم. خاله واسم عین مادرم بود. حالا با پدرم داشت. نمیخواستم درو باز کنم و صحنه‌هایی که دلم نمیخواست رو ببینم. از طرفی اونقدر ضربان قلبم تند شده بود که هر لحظه احتمال حمله عصبی و پانیک وجود داشت. یکم به خودم سعی کردم مسلط بشم. سری نفس عمیق بکشم. بعد محکم به در زدم و با گریه و فریاد گفتم شما دارین چی کار میکنین؟ مدام به در میزدم تا باز کنن درو. بعد از چند دقیقه که فرصت لباس پوشیدن و تفره رفتن داشتن درو باز کردن. خاله ژاله اومد بغلم کنه و گفت کاری نمی کردیم. میخواست از زیرش در بره. انگار من بچم. یهو خودمو کشیدم عقب و گفتم به من دست نزن، نمیخوام ببینمت. من خواستم تو خونمون رفت آمد داشته باشی چون فکر میکردم سنگ صبورمی، نه اینکه بشینی زیر پای بابام و باهاش بابا سعی کرد حرف بزنه. یهو صدامو بلندتر کردم و گفتم از شما انتظار نداشتم. همینطوری که خاله داشت سعی میکرد دفاع کنه با داد و فریاد به سمت در راهیش کردم و بیرونش کردم. فهمیدم با اون رفتار و بیرون کردن چقدر از من کینه گرفته، اما من دیگه نمیخواستم ببینمش. بعدش با گریه سمت اتاقم رفتم. دیگه تحمل اتفاق دیگه رو نداشتم. چند تا آرام بخش خوردم که بتونم یکم بخوابم. فقط میخواستم چند ساعت از همه چیز فاصله بگیرم. صبح که بیدار شدم امیر کلی زنگ و پیام زده بود. میخواست همه چی رو توضیح بده. اهمیتی ندادم. بعد بابا اومد که حرف بزنه. نمیتونستم اونو کنار بزنم. اومد کنارم و گفت دخترم حق داری ناراحت بشی. من عاشق مادرت بودم. یادته به خاطرش میخواستم زندگیمو تموم کنم؟ ولی توی این 4-5 سال خاله ژاله خیلی کمک کرد به زندگی برگردم. رفته رفته به هم دل بستیم. کار دل دست خود آدم نیست که. فقط میترسیدیم تو بفهمی و مثل دیشب رفتار کنی، وگرنه قصد من ازدواج مجدده. اینطوری هم مادرت راضیه. یهو گفتم بی خودی پای مادرمو وسط نکش. زندگی خودتونه. هر کاری میخواید بکنید. شما که دیگه تا ته راه رفتین. بعدم زدم بیرون. چند ساعتی که گذشت پیاده روی کردم تا برگردم خونه. دیدم امیر اونجاست. داد زدم و گفتم اینجا چی کار میکنی؟ بابام گفت دخترم امیر همه چیو گفت. دیشب همراه دوستش رفته بود اونجا و با مادرش دعواش شده بود. بعدم انقدر مست کرده بود که یکم از خودش بیخود شده بود. ببخشش، قبول کن. تو الان نشون کردش هستی. خوبیت نداره پس بزنیم و انگشت نما بشی. منم گفتم آهان، پس فکر خودتون هستی نه من. نمیخواستم به حرفش گوش بدم. رفتم سمت اتاقم، اما امیر به زور اومد داخل و کلی گریه زاری کرد و گفت با مادرم فلان مشکل رو داشتم و رفتم اونجا تا چند ساعتی رو بتونم فراموش کنم. مدام میگفت بدون تو نمیتونم. حتی گفت اگه زنمم نشی دیگه زندگیمو ادامه نمیدم. من فقط تو رو میخوام. خلاصه اینقدر زبون ریخت و اشک تمساح که منم خر شدم و دلم سوخت. البته امیر رشتهش مثل من حسابداری بود. شغل خاصی نداشت. اگه پولی هم بود پدرش داشت. روز بعد بابا یهو انگار عوض شده بود. اومد کاملا با لحن جدی گفت 2 روز دیگه با امیر عقد میکنید. نامزدیتون خیلی طولانی شده.
منم که دیگه قلبم شکسته بود گفتم اما من نمیتونم اون شبو فراموش کنم. حرفمو قطع کرد و گفت همین که گفتم عقد میکنید. نمیخوام پس بزنی. بگن دختر فلانی رو پس زدن. بی خودی حرف درست کنن. دیگه حرفی هم نباشه. باورم نمیشد بابا داره اینطوری حرف میزنه. اینقدر تند گفت اینا رو که زبونم بند اومده بود جوابی بدم. حتما خاله پرش کرده بود اینطوری حرف بزنه. سر رفتارای اون شبم ازم کینه داشت. لابد میخواست با این رفتن من با خیال راحت بتونه زن بابام بشه. چند روز بعد با کلی رفتن و اومدن امیر و قول و قرار ما عقد کردیم. قرار بود با همون عقد مجلل بریم سر خونه زندگیمون تا همه چیز سریع جمع بشه و طولانی تر نشه. تو مراسم عروسی بعد از مدت‌ها چشمم به حسام خورد که هنوز هم با حسرت و بغض منو نگاه میکرد. به روی خودم نیاوردم و تصمیم گرفتم امیر رو دوست داشته باشم. تمام اتفاقاتی که افتاده رو فراموش کنم. بعد مراسم وقتی رفتیم خونمون امیر ذوق زیادی داشت و خیلی زود به من نزدیک شد و آروم نوازشم کرد. حالا دیگه ما رسما زن و شوهر شده بودیم. داشتم سعی می‌کردم زندگی خوبی رو کنارش بسازم. پدرم توی یه شرکت یه کار حسابداری واسش جور کرده بود. اینطوری لنگ پول پدرش هم نبودیم. اما واسه من کار زیادی نبود و منم آدم خونه نشستن نبودم. ولی خب یه مدتی باید تحمل می‌کردم. بعد از مدتی که از ازدواج ما گذشت بابا یه روز زنگ زد و گفت من و خاله ژالم می‌خوایم فردا عقد کنیم. رسما نظری نخواست دیگه و کاری که می‌خواست رو انجام داده بود. دیگه نمی‌خواستم خودمو هرس بدم. پس رفتم مراسمشون. فقط ناراحتیم از این بود که نمیتونستم خاله رو جای مامانم ببینم. یه جورایی حس میکردم از اولم به این قصد بهم کمک کرده بود. هر چقدر از زندگی مشترک خودمم میگذشت تازه میفهمیدم من و امیر چقدر تفاوت داریم و به خاطر اجبار بابا نباید انقدر زود زنش میشدم و باید بیشتر همدیگه رو میشناختیم. چون قطعاً 2 ماه نامزدی نمیتونه مدت خوبی برای شروع باشه. از اینا گذشته امیر به شدت آدم علافی بود و حوصله کارو نداشت. مدام کارو میپیچوند که بره و با دوستاش پی رفیق بازی. هرچند به من میگفت تو هم با دوستات برو، ولی ما دیگه متأهل بودیم و دلم یه زندگی منظم رو میخواست، نه همچین چیزی. توی همون 1 سال اول انقدر رفتار بد ازش دیدم که داشتم خسته میشدم. همش با خودم میگفتم اگه دوستی و نامزدی طولانی بود الان وضعم این نبود. دیگه رسما کم آورده بودم. زندگیم خلاصه شده بود توی رفیق بازی. بازم میخواست منو ببره توی مهمونی و اینجور چیزا. میگفت تو زندگی فقط آدم باید خوش بگذرونه، اما من آدم این زندگی نبودم. با اینکه 23 سالم بود اون موقع، اما به این فکر افتادم که دوباره کنکور بدم. من که کار خاصی تو اون زندگی نمی کردم. پس خودمو مشغول درس و کتاب کردم. همونطور که امیر کل روزش رو به خوشی میگذروند، من مدام به مدت 1 سال توی اتاقم درس میخوندم. حالا که دیگه خودش میخواست اون شکلی زندگی کنه و مدام بیرون و سفر باشه، منم داشتم واسش محیط رو فراهم میکردم. دیگه نزدیکیامونم کمتر شده بود. خلاصه بخوام بگم این که اون 1 سال به سخت‌ترین شکل و طاقت فرساترین حالت ممکن گذشت. من به حدی درس خوندم که اون اواخر دیگه پدرمو نمیدیدم. کنکور دادم. تایمی که منتظر نتیجه کنکور بودم دوباره به امیر شک کردم. اون 1 سال درست درگیر درس بودم، اما تو زندگی مشترک واسش کم نذاشتم، کاری که اون بلد نبود. تا اینکه یه روز وقتی رفت بیرون گوشیش رو جا گذاشت. یهو کلی زنگ خورد. اولش نمیخواستم جواب بدم، اما یهو کنجکاو شدم و چند تا پیامکم بالای گوشیش اومد که نوشته بود عشقم کجایی، من منتظرم، بیا دنبالم. و بعد دوباره گوشیش زنگ خورد. جواب دادم، دیدم صدای یه دختره. حسی که نباید رو دوباره تجربه کردم. اون روز دوباره صدای شکستن قلبمو شنیدم. این بار دیگه جای موندن نبود. هر چقدر سعی کرد بهونه بیاره، اما من کوتاه نیومدم و طلاق گرفتم. بعدش نتیجه کنکورم اومد و پزشکی قبول شدم. چون پدرم پول داشت میتونستم مهاجرت کنم و خارج درس بخونم. واقعا نیاز داشتم یه مدت از همه چی دور بشم. یکم طول کشید که کارای مهاجرتم درست بشه. در نهایت از ایران رفتم. امیر کلی باز التماس کرد برگرده تو زندگیم، ولی من دیگه نمیخواستمش. اون بدترین کار ممکن رو کرده بود، یعنی خیانت، و هیچ توجهی نداشت. بعد از مهاجرتم زندگیم یه شکل دیگه شد. باید تنها اونجا با همه چی کنار میومدم. درسمو میخوندم، اما سختیای اونجا هم ارزششو داشت، چون باعث پیشرفتم میشد. اونجا هم خواستگارای زیادی داشتم، اما دیگه نمیتونستم به یه رابطه جدید فکر کنم. باید خودم و ذهنمو مدتی آروم میکردم. این حداقل کاری بود که بعد از اون همه سختی در حق خودم میتونستم بکنم.
بابا حالا حسابی به هم افتخار میکرد. گاهی هم شرمنده بود که مجبورم کرد دوران نامزدی سریع تموم بشه و عقد کنم. اما خب همه اونا تجربه هایی بود که منو به اینجا رسوند. الان چند سالی گذشته، دارم برمیگردم. یه پزشک موفقم و هر چی بخوام دارم، اما دلیل برگشتنم اینه که متوجه شدم پدرم بیماری قلبی داره و حالش چندان خوب نیست. خاله هم به خاطر وضعیت جسمی نامناسب بابا و بیماریش ازش طلاق گرفته. تنهاش گذاشته. پدر چیزی به من نگفته بود که نگران نشم. از اولم میدونستم خاله ژاله آدم راحت طلبیه و فقط به فکر خودشه. من میخوام از پدرم مراقبت کنم و تا وقتی زنده است بالا سرش باشم. البته ناگفته نمونه، حسام هنوزم مجرده و چند باری سعی کرده به هم نزدیک بشه. اونم یه مهندس موفق توی تهرانه و کلی پروژه داره. شاید به پیشنهادش فکر کنم.